تفسیر قرآن کریم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 11 از سوره بقره. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به منافقین میگیم که فساد در زمین نکنید، میگن همانا ما اصلاحگریم. و اذا قیل لهم، گفته میشه بهشون، گرچه منافقین پند و نصیحت قبول نمیکنن، اما بازم بهتره که با اونها آدم حرف بزنه، اونها نهی از منکر کنه. قیل لهم، بهشون گفته بشه، یعنی نگید این منافقه، بازم با اینکه منافقه بهش بگو یه وقت منی اثر که. قیل لهم، گفته بشه بهشون. این قیل لهم هم معناش اینه که لازم نی قال لهم الرسول، نامه ای، تلفنی، پیامی، اینترنتی، بالاخره یه پیامی چیز تو الان تلفن‌های همراه هست که به هم پیام میفرستن، یعنی به نحوی بهش بگید، یعنی اتمام حجت بشه بهشون. قیل لهم اعزام یعنی حتما این کار بشه، یعنی حتما منافقین نگید آقا این منافقه پس رهایی به طور کلی رهاش نکنیم. اعزا یعنی برید سراغ این کار و با منافقین هم یه گفتگویی انجام بشه. اذا قیل لهم، به منافقین میگن لا تفسدوا، فساد نکنید. معلوم میشه منافق اهل فساد هم هست، یعنی نفاق فساد میاره. نفاق در ظاهر چیزی میگه، بالاترینش مردم کوفه 12,000 تا نامه طبق تاریخی که نقل میکنن، این همه نامه نوشتن امام حسین بیاد، بعدم به گفتشون عمل نکردن. خب فساد بالاترین فساد کشتن امام. نفاق فساد میاره. وقتی به منافقین میگیم شما فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، انما این فقط، اصلا اگر اصلاح گرفتن ما هستیم، مردم که اصلا سرشون نمیشه چیزی. انما نحن، کلمه انما یعنی فقط، باز میگن نحن یعنی ما نه غیر ما. انما نحن مصلحون یعنی منافق فقط خودشو اصلاح طلب میدونه، کسی دیگر اصلاح طلب نمیدونه. یعنی عباس تعریف خودشو میکنه، مردم انگار احمق حساب میکنه، میگه مردم چیزی دارشون، انما نحن، ما هستیم که میتونیم عرض کنیم که کی گفت تو؟ کی گفت بهتر از همه میفهمی؟ اینقدر آدمایی که ما فکر میکنیم اینا چیزی حالشون نیست، خیلی چیزی حالشونه. مردم ممکنه تحصیلات علمی و مطالعه‌ای و حوزوی و دانشگاهی نداشته باشن، اما خیلی افراد یک شعور بالایی دارن که در مقابل بسیاری از تحصیل کرده ها و حوزه و دانشگاه وامیستن. یه خاطره بهتون بگم. یکی از کسانی که تحصیلات بالایی داره و همه ایران هم میشناسنش، از مهمین مملکته، میگفت نشسته بودم یه بی سوادی هم بغلم نشسته بود، یه شعر خوندم، گفتم که الهی جسم و جانم خسته گشته، در رحمت بر رویم بسته گشته. گوی بی سواده بغلم نشسته بود شعر شنید، گفت آقا چی گفتی؟ جسم و جانت خسته گشته، 2 ساعت بخواب، در رحمت خدا هم هیچ وقت رو هیچ که بسته نگشته. میگم تو که نشستم به قدری خجالت کشیدم که این همه در حوزه درس خوندی، در دانشگاه مطالعه داشتی، حالا ببین یه عوام مچو گرفت، سواد خوندن نوشتن داره اما فرهنگش بالاست، یعنی بسی حکیمه، حکمت، بینش داره. آدم‌ها هستن مطالعه دارن اما دید ندارن، آدم‌ها هستن دید دارن ولی نمیتونن بخونن. السلام علیکم و رحمت الله.